جناب شیخ خوبی سلامتی؟ سلامت باشین برادر. الحمدلله. شما چطورین؟ خوبین؟ الحمدلله شکر سلامت با جناب شیخ. جناب شیخ شما فرمودید که ما تو ایران هستیم، فارسی ایرانی صحبت میکنیم. حالا اینجوری که ما میدونم ایرانی هم بلد هستی. بله، زبان فارسی رو تعلیم گرفتیم در خود ایران. بله ماشاءالله. خدمت شما عرض کنم، شما گفتید که ترک سنت آدم به کفر میرسونه، درسته؟ البته تفصیلاتش به این چنین مطلق نیست. ما این رو خیلی که مشاهده کردید، اگر باشه در اون درس ذکر کرده و این هم اولا سخنی بنده نبود، سخن یکی از علما بود که ذکر کردیم، شرح دادیم و در تفصیلاتش سخن کردیم. بارک الله فیک. یاکم الله. با خدمت شما مثلا احناف آمین جهران و اصلا میگن که تو حدیث نیستش. خب اصلا منکر حدیثن، درسته؟ میگن که نیستش دیگه. بله بله همجوری هستش. بله. خب اینا رو چی میشن؟ اینا نعوذ بالله به کفر نه میرسن نه یا نه نه؟ نه 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 اعوذ بالله اعوذ بالله. نه 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 این چنین فهمیدن غلط است. نه، اینها درست. کفر به کفر نمیروند، بلکه اینها تعویل کردند. حدیث های می شود که میگن که حدیث رو گویند که حدیث صحیح است. ای ببینید این حادثه دو حالت دارد. اگر بگویند که حدیث صحیح است، حدیث رفع الیدین صحیح است، الله اکبر میگن، دستاشون رو برابر کیچ میکنن، روی سینه‌شون میبندن، پیش ای رکوع رفتن با یعنی ای رکوع میخیزن، الله اکبر میگن، رفع یدین میکنن، رفعش برداشتن، یدین ده دست، برداشتنی ده دست. برادر عزیز، در اطراف این اگر چندی حدیث های پیامبر هست، لیکن برای ما و شما که پیروی ای مذهب حنفی داریم، برای ما ضرورت بر این نیست. در حدیث هست خود مذهبی ما نیست. در حدیث هست خودر اگر چندی حدیث های پیامبر هست، لیکن برای ما و شما در که پیروی ای مذهب حنفی داریم، برای ما ضرورت بر این نیست. بطور برطور میگه نمیگه. بس شما درک کنی گپه، امی گپه وزنش درک کنی که در مذهب در حدیث هست خود مذهبی ما نیست. یعنی بله پیغمبری کار کرده، خو کاری پیغمبر ما وقتی میتونیم که مذهب اجازه داده باشه. ما یک شارع دیگه داریم، یک شارع دیگه او اجازه میده، بعد از باز ما عمل میکنیم. تا که او اجازه نده عمل نمیکنیم. مقصد دستاتون در نماز رنگ همون دنبی اسبی ایغر میگه، رنگ همون برداشته و میپرتوی. و بعد از این بگویند که ما همین حدیث صحیح رو هم قبول نمیکنیم، برای اینکه ما اینو بد میبینیم، برای ما معقول نیست، بگویند کافر میشه. درست. اما اگر بگویند که حدیث در نزد ما منسوخ است، یعنی تعویل بکنند، بگویند که ما دیگر حدیث داریم، این حدیث اول بود اون بود، ما میگیم در این حالت اینها تعویل دارند، اما که حجت که قائم شده است اینها مبتدی هستند. بارک الله فیک. یاکم الله.